سلام، به اولین قسمت چولا خوش اومدید. امروز با تحلیل یکی از ترانه‌های ماندگار داریوش در خدمتتون هستم. ترانه‌ای که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم ترانه بنبست داریوشه که سال 53 ساخته شده. ترانه‌اش از ایرج جنتی عطایی، آهنگساز و تنظیم کنندش هم بابک بیات. این ترانه یکی از مفهومی ترین ترانه های داریوشه که خیلی جای حرف داره. بنبست فقط یک آهنگ نیست، یک تصویر شاعرانه از نسلیه که گیر کرده و دنبال راه میگرده. با هم دیگه گوش کنیم، بیت به بیت، مصرع به مصرع میریم جلو و ببینیم که آقای ایرج جنتی عطایی چی گفته بهمون. یه دوست خیلی شبیه هومن تکاف حرف میزنی. قربونت برم. این آهنگی که با هم دیگه میخوایم گوش کنیم ورژن استودیویی آهنگ نیست، ورژن تمرینیه که داریوش خونده و حالا گفتیم شاید خالی از لطف نباشه که با این ورژن این شعر ایرج جنتی عطایی رو بررسی کنیم. با هم دیگه گوش کنیم. که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بنبسته. ببین، مثل داستانه شروع ترانه، مثل این رمانایی که میخونی اول توصیف میکنه وضعیتو. آره. داره میاد میگه که یه سری کوچه هست که به هم دیگه راه دارن و ما توی کوچه هستیم که قدیمیه و بنبسته، راهی به اونای دیگه نداره. که این منظورش صرفا فقط کوچه است، یعنی محله رو داره تصویر میکنه برامون؟ نه، اینجا یا مثلا نماد آره چیزیه؟ اینجا کوچه نماد کشوره، حالا هر کشوری. کوچه مصرع اول آره عامه، همه کوچه هاست که به هم راه دارن، یعنی همه کشور هاست منظوره. کوچه قدیمی ما که بنبسته منظورش ایران خودمونه. پس میگه کوچه قدیمی ما کوچه بنبسته. خب مصرع بعدی با هم دیگه گوش کنیم. دیوار کاگلیه یه باغ خوش که پر از شعرهای یادگاریه. دیوار کاگلی و یه باغ خشک که پر از شعرهای یادگاریه. حالا انگار که مثلا داره یه تصویرسازی کودکانه‌ای داره انجام میده، ولی خب ببین قطعاً- میخواد قدمت، قطعا پشتش نمادگرایی هست. آره میخواد قدمت اون کوچه ها رو بگه که منظورش کشورش بوده. که کاهگلی یعنی که خب قدیمیه دیگه، آجوری و بلوکی و همون مصرع رو به یه زبان دیگه بیان همون کرده. مصرع در واقع ادامه همون مصرع قبلی رو اومده گفته و کاهگلی بودنش این ورم میاد میگه یه باغ خشک که پر از شعرهای یادگاریه و پر از شعرهای یادگاری بودن همون عقبه و تاریخی که داره. و خب برای اینکه این مصرع بتونه کامل بشه، مصرع بعدی با هم دیگه گوش کنیم. بین ما و اون رود بزرگ که همیشه مثل بودن جاریه. خب داره میگه یه دیوار کاگلی که باغ خشکی که پر از شعرهای یادگاریه رو یه باغ خشکی که پر از شعرهای یادگاریه رو یک دیوار کاهگلی گرفته که این دیوار کاهگلی بین ما و اون رود بزرگی که همیشه جاریه سد ایجاد کرده. اون رود بزرگه همون چیزیه که اون کوچه های دیگه انگار دارن.
یا حداقل بهش دسترسی داره. کوچه ما ولی کوچه بنبسته. کوچه ما چون بنبسته و اون دیوار کاگلیه جلوش گرفته، درسته، بهش دسترسی نداره. اون رود بزرگه در واقع میتونه نماد پیشرفت و مدرنیته و آره همه اون در واقع نمادهایی باشه که ما به عنوان جامعه متمدن میشناسیم، متمدن یعنی امروزی. بعد توی مصرع قبلی که میگه یک باغ خشک، دیوار کاگلیه یه باغ خشک، خب این میگه این باغ خشک شده. خشک شدن اون باغ میتونه اولندش که به خاطر اون دیواره است که بین رود و اون باغ قرار گرفته و خشک شده و این خشک شدنش در واقع یه نوعی مثل سوختن نسل ها میمونه، از بین رفتن آرزوها و رویاها و همه اون چیزهای خوبی که ما میخواستیم بهش برسیم یا میخوایم بهش برسیم اما نتونستیم بهش برسیم. اونجایی که میگه دیوار کاگلی، در واقع کاهگلی بودن دیوار مستقیما داره به مفهوم سنت اشاره میکنه. آها، یعنی پس در واقع این شعر تقابل سنت و مدرنیته که مدرنیته اون روده است، دیوار کاگلیه که مانع شده اون سنته هستش که جلوی ورود مدرنیته رو به اون باغ گرفته و باغ رو خشک کرده. یعنی صرفا فقط مثلا دنبال آزادی نیستن، این یه بحث دیگه ای هستن. نمیگه آقا کوچه ما بنبسته به منظور این که ما زندانیم یا حالا هر چیزی، راجع به سنت داره صحبت میکنه و مدرنیته، بلایی که در واقع سنت بر سر جامعه آورده و میاره و خواهد آورد. میریم سراغ بیت بعدی. حالا اون رود بزرگی که پشت اون دیوار مونده بود و میگه این صداش همیشه تو گوش ماست. حالا مصرع بعدی هم گوش کنیم، حالا به صورت کامل راجبش صحبت کنیم. این صدا ببین میگه صدای رود بزرگ خب توی گوش ماه همیشه. درست. صدای رود بزرگ در واقع اون نمادها، اون نمودهای مدرنیته و جامعه مدرنه که صداش به گوش ما رسیده ولی خودشو ندیدیم و دنبالش هستیم که بهش برسیم و هنوز موفق نشدیم. این صدای همیشه تو گوشمونه و تو مصرع بعدی میگه این صدا لالایی خواب خوب بچه هاست. اینجا خب من یه چیزی دارم به نظرم میرسه که اینجا مثلا ایرج میخواد بگه که گاهی اوقات با اون صداه، یعنی با نشون دادن یک کوچیکی از اون، ما رو در واقع راضی کردن و ما رو مثل بچه ها به خواب فرو بردن با اون یه قسمت خیلی ناچیزی از اون، با اعطا کردن یه بخش کوچیکی از اون. یعنی در واقع آقای سنت اومده ما رو گول زده، یه مقداری از اون مدرنیته رو به ما نشون داده. آره. یه چشمه خیلی کوچیکشو آفرین یه چیزایی مثلا به ما نشون داده، حالا و همین راضی باش، دیگه بیشتر از این این نکته هم توجه کنیم که ترانه مال سال 50 سال ترانه نمیدونم ولی خب آهنگ احتمالاً 53 منتشر شده، همزمانی دارم با هم دیگه. بریم برای بیت بعدی که حالا بیت بعدی رو با هم دیگه گوش کنیم متوجه میشیم که تقریبا دیگه اینجا میخواد سنت بیاد صحبت کنه. اینجا نه، چرا دیگه سنت داره صحبت میکنه؟ گوش کنیم با هم، بذار گوش کنیم. کوچه اما هرچی هست کوچه خاطره هست، کوچه اما هرچی هست کوچه خاطره هست. خب مصرع بعدیش هم گوش کنیم که اگه تشنه است اگه خوش مال من متوجه نیستم اینجا سنت درسته. اینجا اون آدمی هستش که
همزمانی که مدرنیته رو میخواد خب یه نگاه نوستالژی هم به اون گذشته خودش داره. کوچه اما هرچی هست کوچه خاطره هست. کوچه خاطره هاست، یعنی یه ارقی داره به اون گذشته، درسته از اون شاکیه، از اگه اون... تشنه است، اگه خشک، مال ماست، کوچه ما. آره یه شکایتی داره ازش، ولی بازم میگم آقا در هر صورت این مال ما، این اون نگاه سنته نیستش به نظر من، اون نگاه همون آدم است که یه خود نوستالژی بازه. شاید هم داره میگه این کوچه مثلا این خاطره ها، این نوستالژیا باعث شده که مثلا جلوی روند مدرنیته شده رو بگیره. خب اونو که قطعا داره میگه، اصلا داره میگه آقا ما داریم درجا میزنیم، آره این که داره میگه، ولی از زبان سنت نمیگه، اینو از زبان یک آدمی میگه که از سنت ناراضی هست. ولی باز انگار ته دلش به یه شاید به وابستگی داره. آره یه وابستگی هایی باز شاید کوچیک به اون سنت ها داره. خب بریم برای بیت بعدی با هم دیگه گوش کنیم. توی این کوچه به دنیا آمدی، توی این کوچه داری پا میگیری. حالا جدا از شعرم صدای داریوش هم ویرانگره. آره یکم آدمو میلرزونه. مثلا بعدیش هم گوش کنیم ببینیم به صورت کامل بیت چی میگه. یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بازست بمیری. اینجا اون جاییه که به نظر من سنت داره. اینجا دیگه سنت اومد وسط. آره ببین اصلا لحن داریوش هم عوض شد، داد میزنه. سنت میاد وسط میگه توی این کوچه به دنیا آمدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم، یه روزم مثل بابا بزرگم با تو همینجا بمیریم، هرچی هست همینه، اصلا دنبال چیزی همون نباش. لالایی خوش باش و همون صدایی که بعد پخش کردیم توی لالایی، دنبال چیزی نباش که نه رو جلوتر اتفاق خاصی بیفته، همینجوری رضایت بده دیگه. این یکی از چیزهای خیلی باحال این شعره. خب که انگار که 3-4 تا گوینده داره، 2-3 تا گوینده داره. یعنی تو بیتای اولش قشنگ یه راوی انگار داره صحبت میکنه، اینجا حالا شخصیت کلا عوض میشه، یه نفر دیگه انگار مثلا چند نفر دور هم نشستن اینا رو همه رو آره یه نفر اول معرفی کرد اینجا میونه این همه کوچه به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بنبسته معرفی کرده. آره بعد یکی دیگه اومد حتی مثلا میشه گفت اون که تو بیت قبلی هم گفت کوچه اما هرچی هستم، میشه یه شخص جدایی باشه. آقا این آدم نوستالژی بازیه، اونجا دوری آتیشی هستیم همه، مثلا اونم اونجا نشسته دیگه، جادوی ایرجه دیگه. آره واقعا. بیت بعدی هم با هم دیگه بشنویم. اما ما عاشق رودیم مگه نه، نمیتونیم پشت دیوار بمونیم. اینجا هم یه شخص دیگه داره صحبت. آره اینجا هم میاد، اینجا حالا اونی میاد صحبت میکنه که طرفدار تغییر هستش، دنبال کلا اصلا این راجع به سنت داره صحبت میکنه، میگه آقا ما یه سنتی گیر کردیم توش، حالا یه سری آدمای دیگه تو اون جمع نشستن، یکی میگه آقا خاطره های ما اینجاست، یکی میگه اینجا بزرگ شدیم بمیریم، این یکی داره میگه ما عاشق رودیم مگه نه، داره میپرسه. مثل بعدش هم گوش کنیم با هم دیگه. توی نسخه تمرینی این اجرا که با هم دیگه گوش کردیم شعر اینجا تموم میشه، چون دیگه بیت بعدی و آقای جنتی عطایی خودش تو نسخه اصلی دکلمه میکنه. حالا راجع به این بیت آخر صحبت کنیم. آره ببین میگه اما ما عاشق رودیم مگه، دقیقاً الان دوراتش که نشسته بودن حالا یه نفر دیگه اومده، مخصوصا هم مخاطبش همون سنته هست، اونی که طرفدار سنته هست. میگه ما عاشق رودیم، حتی ببین توی اون سنته اونی که طرفدار سنت هم بوده، مثلا ببین سال 53 این ترانه گفته شده، سال 53
تقریبا 70 سال از انقلاب مشروطه میگذره. درست. یه بخش زیادی از اون سنتی که اون زمان جاری بوده، حاکم بوده، اصلا ریشه در اون مشروطه داشته. خب حالا اصلا بماند کما چیزای این که دیگه. ما همین الان هم دوچار این سنته هستیم. آره اون مشروطه اون زمان خودش تازه مخالف سنته بوده. آره. این حالا داره به اون سنته میگه بابا تو خودت هم یه زمانی می‌خواستی از یه سنتی رها بشی، فرار بکنی. در واقع اصلا قضیه اینجوریه که آقا این ادامه داره، هر نسلی میخواد از اون سنت‌های اون نسل خودش بگذره. به خاطر همینه که اصلا این شعر انگار همین برای همین حال ما هم گفته شده. آره. بعدش میگه که ما یه عمر تشنه بودیم مگه نه نباید آیه حسرت بخونیم. آره اینجا هم ببین دقیقاً داره راجع به مشروطه که گفتم، خب. دقیقاً داره انگار باز به همونجا به لحاظ حالا استعاری اشاره میکنه که آقا ما یه عمری دنبال این بودیم که به اون آبه برسیم. آره به اون حالا مثلا ما بخوایم این بازه زمانشو کوتاه بکنیم میگیم مشروطه، وگرنه هر چقدر بریم عقب‌تر باز مثال‌هاش وجود داره. میگم همیشه ما دنبال این بودیم که به اون آبه، اون روده برسیم. بعد میگه مگه نه تو هم بودی، همدل باش با من. بعد من حالا یه نکته هم به خاطرم رسید. ببین مدرنیته رو اینجا به رود تشبیه کرده. خب رود چیزیه که جاریه، یعنی اینجوری نیست که تو برسی به رود بگی آقا این روده، نه این رود داره میره. آفرین. یعنی مدرنیته مقصدی نداره، مدرنیته یک مسیره. آره همیشه باید بری رو به جلو، پله ته نداره. هر بار یه سنتی میذاری کنار. خود این مدرنیته‌ای که الان داری 10 سال دیگه میشه سنت تو، که اون موقع دوباره یکی دیگه میاد آقا این سنت من میخوام دنبال مدرنیته برم. خیلی آره دیگه، جالبه مثلا که اتفاقی که الان دهه 80 یا مثلا با دهه 60 آره چیز جالبش اینجاست که قشنگ به رود تشبیهش کرده. میتونست به یه استخر تشبیه شده مثلا به استخر به درخت میتونست تشبیه باغ کنه، سرسبز، ولی خب معنی اون مدرنیته رو نمیداد. آره رود جاری خیلی جالبه. همونجور که گفتم قسمت یه بیت دیگه داره این شعر که تو نسخه استودیویی هست، داریوش نخونده، حالا ما هم فقط دکلمش میکنیم که خود ایرج جنتی عطایی با صدای ایرج جنتی عطایی میتونید تو نسخه استودیویی بشنوید. حتما این آهنگو گوش کنید، پشیمون نمیشید، با یه دیدگاه جدیدی به آهنگ گوش کنید. بیت آخر میگه که دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم، یه روزی هر روزی باشه دیر و زود میرسیم با هم به اون رود بزرگ، پناه تشنمونو میزنیم به پاکی زلال رود. آره اینجا دیگه ایرج دیگه اصلا ترکونده، یعنی اومده شمشیر از رو بسته، دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب. قشنگ میگه آقا بیا یه حرکتی باید بکنیم. ولی تو مصرع بعدیش، یعنی تو این تیکه اول این مصرع در واقع، چون این مصرع طولانیه، آره. اینجا که میگه دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم، داره دعوت به همکاری میکنه، اتحاد. با حرکت شخصی نمیتونی آقا به مدرنیته برسی. آره به هیچی نمیتونی برسی، حتی چیزای کوچیک. توی قسمت بعدش میگه یه روزی هر روزی باشه دیر و زود. اینجا اصلا نکته خیلی طلاییه. شاید کسی هم متوجه نشه یه روزی هر روزی باشه دیر و زود، به غیر از اون قسمت واجارایی روزه که مثلا خیلی هم قشنگ میگه یه روزی هر روزی باشه دیر و زود. میگه آقا عجله نداریم، ما میخوایم به اون روده برسیم، میخوایم حتی دیواره رو هم خراب بکنیم، ولی این بایستی پشتش یه فکری باشه که خراب کردن دیواره مساوی نشه با اینکه اون رود بزرگ بیاد سیل جاری شد و کلا از بین ببره. اون قرار بود ما باغ رو سبزش کنیم، نه اینکه باغ رو میره زیر آب. آره. پس اینجا میگه که آقا عجله هم نداریم. بعد آخرش میگه که میرسیم با هم به اون رود بزرگ، تنهای تشنمونو میزنیم به پاکی زلال رود. اینجا دیگه اون قسمت یه چیزی میگن همیشه آهنگایی که خیلی تلخن یا آلبومایی که خیلی تلخن، همیشه اون ترک آخر یا اون قسمت‌های آخر آهنگ یه خورده امید بخشه. آره. این هم همونه. اینجا داره یه امیدی میده که میرسیم با هم به اون رود بزرگ بدون اون عجله و فلان. آره. و بالاخره ما به اون روده میرسیم. دیر و زود داره، سوخت و سوز هم داره، ولی خب بالاخره میرسیم.
حالا نکته جالب این شعر که مرشاد براتون میگه یکم شاید متحیر بشین. سال 53 این شعر ایرج نوشته و اون شعری که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم چه سالی؟ اون سال 1979 گفته شده. شمسیش کی میشه تقریبا؟ شمسیش میشه تقریبا فکر کنم 5 سال بعد از این آهنگ، مثلا 58 8 هم شعریه که گروه پینک فلوید یه آلبومی داده به نام دوال. آره. که تمام اون ایده کل آلبوم اینه که یک دیواری یه هست. دیواری هست که تمام زندگی ما رو در بر گرفته و مانع از هر عمل مثبتی میشه و ما رو همیشه بسته نگه میداره و باید اون دیوارا رو خراب بکنیم. شما تو اجرا زنده های راجر واترز هم که نگاه کنی همیشه میاد دیوارا رو میچینه از اول کنسرت، بعد آخر کنسرت دیوار رو خراب میکنه. اینجا 5 سال زودتر ایرج جنتی راجع به همون دیواره گفته، راجع به خراب کردن اون دیواره گفته. ایرج جنتی عطایی یکم دیوانه است بچه‌ها. این آدم معمولی نیست. بعضی وقتا خیلی خوبه که برگردیم به اون چیزهای قدیمی گوش کنیم. دلیلش این چیزاست. حالا یه قسمتی داره نوشتی رو کنم، همون قسمتی آره، که دست آره. خستمو بگیر. اینجایی که میگه دست خستمو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنی، اینجا رو من داشتم میخوندم یاد این قسمت از همون آهنگ دوالش افتادم که میگه Together we stand, divided we fall. که میگه دقیقا همینو داره میگه. آره، میگه آقا ما با هم باشیم میتونیم مقاومت کنیم و بایستیم، اگر که از هم جدا باشیم سقوط میکنیم و این اتحاد رمز پیروزی است. شاید متحیر نشده باشیم ولی ما متحیر شدیم. واقعا خیلی زیاد. دیگه حرفی نداری؟ الان چیزی یادم نمیاد. نه دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو با ما بودید. ویدیو امیدوارم که باب دل شما بوده باشه. برای حمایت از ما ویدیومون رو تا آخر نگاه کنید، ممنون میشیم. سابسکرایب کنید برای ما، لایک بکنید، زنگوله رو هم فعال کنید. همین. خداحافظ.